سرعتش از گامون بیشتره. یعنی وقتی من سرشاخ شدم الان با آقای کودرزی، زمانی که میخوام پای حریف رو بزنم، درسته دست و پام با هم همزمان میره ولی سرعت دست من به مراتب بیشتره. یعنی وقتی من تحت فشارش قرار دادم و خواستم اون حمله کنم به سمت پای حریف برم، خب که گاممو برداشتم دستم سریعتر باید برسه. یعنی من وقتی میخوام گاممو بردارم دستم میرسه. بعد ما همه دستمون رو داخل پای حریف نمیدیم، کف دست میرسه به پا که سینه شود میشه. اگه میبینی علی دبیر سرعت زیرگیری زیاده، کامران زیاده، یا مثلا یه کشیمی سرعتی زیاده، امشب فیلماشو نگاه کن، مطمئن باشی سرعت دستش زیاده، دستش شود میشه سمت. حالا اگه من دستم شود شد به سمت پا رو رسید، آقای تو زیرگیری نوع آموزش برای همتون. یعنی شما فردا اگه قهرمان جهان المپیک هم نشی، میخوای مربی خوبی بشی تو باشگاه آموزش بدی. یادتون باشه تو پای موافق ما گاممون رو ور می‌داریم، سینه‌مون تو پایین‌ترین نقطه بدن خودمون قرار داره، یعنی اینجا. هیچ جای من رو دوشک نیست تا لحظه‌ای که نرسیدم به پایش. دیداز دیگه اینجا. من اینجا کف دستم رو نگاه کن، اینجاست. هیچ جا من رو دوشک نخورد. به محضی که دستم تاچ کرد پاشو، سینه‌م شوت میشه تو پای غیر گالم، ستون میشه چرخش. این آموزش ابتدایی و مدرسه‌ای زیرگیری. یعنی اگه من میخوام به شما مثلا آموزش بدم، حالا شما اکثرا تیم ملی هستید، یه مقدار جلوتری از من. یادتون باشه که اگه ما رفتیم، گفتم تو پایین ترین نقطه بدن خودم چسبیده سینم به پام، دستم میره تو حرکت. تو گارد موافق وقتی من نزدیک حریف شدم، دستم اومد دور گردم، حالا تکون دادم، جابجا شدم، موقعی که میخوام زیر بگیرم، پای گاردم اگه قرار باشه گامی بردارم، گامی زیر بگیرم، استارت کردم، پای گاردم که اومد جلو، دستم حرکت کنه داخل. من چند تا این بچه‌ها آموزش دادم، دیدم اینو حتما اصولی و بهتر آموزش بدیم. قرار نیست ما همه دستمون برسه داخل به پای حریف. همین که ما کف انگشتای دستمون به پای حریف برسه کارو در میاره. بعد از اون سینه منو که برسه به پای حریف، برای که پای دومم پای غیر گاردم حرکت کنه، دست غیرگار رو برسه بردیم و تو خواهد. توی زیر موافق دقت کنید، همون اندازه که ما باید استارت بزنیم یا گام برداریم برای گرفتن پای حریف، همون اندازه باید تو حرکت و پای دوممون سرعت رو بیشتر کنیم. و نکته اصلی اینه که ما سرعت دستمون باید بیشتر بشه. همه عزیزان این موضوع کار کنیم، حتما تو باشگاه. یعنی زمانی که ما قرار زیر بگیریم، استارت بزنیم، بریم داخل، دست ما باید سرعتش طوری باشه مثلا چشم نبینه دست. این برعکس کرد. قبلا میگفتم باید یه جوری استارت بزنیم که نبینن، ولی دسته که حرکت کنه. وقتی من دستم برسه به پای حریف، خود به خود سینه‌ام میرسه و حرکت دوم انجام میشه. حالا من این ابتدایی ترین نوع زیرگیری که من میخوام آموزش بدم. یعنی وقتی من نزدیک شدم، سرم نزدیک شد به حریف، حالا فضا ایجاد شد میخوام بگیرم، این تو گامیه. من گاممو که برداشتم پایین‌تر از حریفم. دقت کن، سینه‌ام بالا نیست، سرم پایین نیست، بدنم پایین‌تر از حریف، پایین. بعد دستم که میرسه به پای حریف، انگشت دستم میرسه به پای حریف، رسیدم پای دوم سینه حریف. یعنی الان میخوام بگیرم تو گامیا، ببین استارت کنم ولی گاممو بردارم. این توی گامیه، زیر گامی. یعنی گاممو برداشتم، اومدم رسیدم به پای حریف. دستم که رسید، گامو که خورد بشه، پای دومم میاد. بعد دست غیر گاردم حرکت. یه نوع دومین نوع تو استارت زدن گرفتن هست. یعنی زمانی که من باید با پای پشتی خوب استارت کنم. سرشاخ که شدم، به جایی که گاممو بردارم، پای پشتیمو استارت کنم. با پای پشتی که استارت کنم، باز همون گامم، ولی گامم کوتاه‌تره، با پای پشتی استارت کردم اومدم داخل حریف. اینم باز دقت کنید، بدن من پایین‌تر از حریف، بالاتر نیست. تکون دادم، گام استارت زدم، دستم نیست. حالا اگه حریف علی پاش کنه، دست من، ببین کف دست من کجاست؟ اینجاست. قرار نیست ما همه دستمون رو بدیم. ما اگه همه دستمون رو بدیم داخل، تو حرکت دوم به مشکل میخوام بچرخم به عقب، نمیرسم. ولی اگه من کف دستم رسید، سینه‌مو رسوندم، پای دوم حرکت کنیم، کار تموم میشه.
جابجا کردم، خواستم بگیرم، رسیدم کف دستم رسید سینه‌مو می‌رسید. بعد دونو گرفتن پای موافق ابتدایی ترین کاره. یعنی ما اگر این دو مورد رو خوب آموزش بدیم تو باشگاهمون، مطمئنا بعد از این میتونیم توی جوانان بزرگسالان تو کلاس‌های فنی کار کنیم. این یعنی ما تو حرکت اول جابجا کردن، زدن به پای حریف. بعد از این ما تو دفاع کردن‌های مختلف حریف تو پای حریف میتونیم برنامه‌ریزی کنیم و این طراحی‌های مختلف رو اجرا کنیم که می‌بینیم تو کلاس‌های فنی. پای مخالف هم من دیدم دوستان آموزش میدادن، حالا من میگم حالا تکمیل‌تر شد، بهتر شد. اگه قرار گامی بگیریم داریم یه زمان ما یه نوع زیر میگیریم گامیه، یه زمان یه زیر میگیریم جهشی استارت رو پای پشتی میرسیم. اگه قرار گامی بگیریم حتما باید گرو داشته باشیم تو مخالفه. به چه ولی من الان میخوام پای علی آقا رو بگیرم مخالفشو، حتما باید یک گرو از بازیش داشته باشم. حالا این تکون دادن و جابجا کردن همه اینا رفته، ما می‌خوایم پا رو بگیریم. زمانی که می‌خوایم پا رو بگیریم ببینید دقت کنید. این خیلی مهمه. مربی که می‌خوام آموزش بدم تو باشگاه، من از پایین‌ترین نقطه حرکت می‌کنم. از اینجا زیر نمیگیرم. میام تو پایین‌ترین نقطه حرکت می‌کنم. بازوی حریف گرو دارم، حالا یا بازو یا مچ. گرو دارم، دستم میاد پشتم. باید تو مخالفات بدنمو یه جوری بندازم وقتی میخوام گام بردارم که بیام پشت پای حریف. اینجا دستم میفته، یه دست دور زانو، یه دست پشت. بعد بلند میشم. دقت کنید تو کشیدن‌ها خیلی مهمه. من اگه اینو زمانی که کشیدمش دستم رسید اینجا، بعد اگه من کشیدم دست حریفو رسیدم اینجا پاشو داد عقب میزنم. پس باید گرو داشته باشیم. ما اگه گرو نداشته باشیم تعادل اون میخوره به من اگه دست علی آقا رو نگیرم میخوام پاشو بگیرم، دستشو نداشته باشم میخوام بگیرم میخورم زن. بنابراین باید یه گرو ازش داشته باشم. مخالفه اگه خواستم با دست زیر گاردم بگیرم، حتما حریف رو میکشم پایین. رسیدن